ممکنه سوال پیش بیاد اگه میزبان دعوتمون کرده ما چه ساعتی وارد خونش بشیم. معمولا اینطوریه که اگه حالا خونه نباشه، سمیناری، همایشی چیزی باشه، میگن 10 دقیقه قبلش اونجا حضور داشته باشید. ولی وقتی یه جاییه که یه تجمع اجتماعی مثل یه مهمونی عادی، معمول اینطوریه که 20 دقیقه بعد از اون ساعتی که بهمون اعلام کردن باید ما اونجا حضور داشته باشیم. در واقع اگه بخوایم خیلی زود بریم ممکنه میزبان آمادگیشو نداشته باشه و هول و دستپاچه بشه. برای همین بهترین موقع اینه که 20 دقیقه بعد از اون ساعت وارد خونهشون بشیم یا وارد اون جایی که دعوت شدیم بشیم. این در مورد ساعت مهمونی بود. در مورد این که حالا ممکنه دعوتمون بکنن ولی تولدی چیزی نباشه، آیا دست خالی بریم یا حتما چیزی بگیریم؟ معمول اینه که یه چیز کوچیک ما دست میگیریم میبریم. اینطوری نیستش که اگه شام یا نهار دعوت شدیم همینجوری بریم و هیچ چیزی نگیریم. یه گل کوچیکی، شکلاتی، شیرینی، چیزی مطابق با مناسب اون مهمونی ما میخریم و با خودمون میبریم. این در مورد مهمونیایی بود که دعوت میشیم که یه سری نکات داره که در موردش میپردازیم. گاهی وقتا پیش میاد که ما دعوت نیستیم و خودمون دلمون میخواد که خونه کسی بریم. در این جور مواقع باید دقت بکنیم قبلش حتما زنگ بزنیم و اطلاع بدیم که میخوایم بیایم. یعنی سرزده به هیچ عنوان خونه اون شخص نریم. نگیم که حالا خواهرمه، برادرمه، ما که باهاش این حرفا رو نداریم. اول اینکه اگه خواهر و برادرمون مجرد نباشه، متأهل باشه یا با کسای دیگه داره زندگی میکنه، پس اون افراد ممکنه تحت فشار قرار بگیرن. حتی خود خواهر برادرمون هم ممکنه تو شرایطی نباشه که بتونه از مهمون سرزده‌اش پذیرایی بکنه. ممکنه امتحان داشته باشن، ممکنه اصلا طرف گریه کرده باشه، چشاش قرمز باشه، ممکنه یخچالش خالی باشه. بعضیا میگن که خب ما که نمیخوایم بریم چیزی بخوریم، در صورتی که اون شخصی که میزبانه خجالت زده میشه وقتی که مهمون بیاد خونه‌ش رو ببینه چیزی نداره برای پذیرایی. آمادگیشو ممکنه نداشته باشه، خونه‌ش ریخت و پاش باشه، اصلا شاید میخواد بره حمام، تمیز نباشه. یا شاید حتی یه مهمون دیگه قراره بیاد خونه‌ش و دلش نمیخواد دیگران اونجا حضور داشته باشن، یا حتی شاید جایی دعوت باشه، برنامه‌ای با افراد خانواده‌اش چیده باشه. پس اینو باید حتما دقت بکنیم. این یه نکته بود. نکته بعدی در مورد کسایی که فرزند کنکوری دارن. بعضیا اصلا حساسیتی رو قضیه کنکور و امتحان و اینجور چیزا ندارن، ولی بعضیا واقعا این براشون یه امر حیاتی و خیلی مهمه. برای همین نگیم که حالا می‌خوایم نیم ساعت بریم بشینیم و بیایم. واقعا همون نیم ساعت هم ممکنه تمرکز اون بچه رو به هم بزنه یا پدر مادرش تحت فشار قرار بگیرن. پس قطعاً باید قبلش از اون پدر مادر سوال بکنیم که شما تو این مدت، تو این 1 سالی که فرزند کنکوری دارید، رفت آمد با کسی دارید؟ میتونیم بیایم خونتون یا نه؟ یه جوری هم سوال نکنیم که طرف توی رو در وایسه قرار بگیره. بذاریم راحت صحبتش رو بگه و راحت حرفش رو بزنه. یعنی از نوع سوال ما اون شخص میتونه راحت برخورد بکنه یا نه معذب بشه. یه نکته دیگه در مورد کساییه که بار دارن. اگر ببینیم یه خانومی بار داره، خیلی باید حواسمون باشه تو این مدت بارداری به هیچ عنوان خونش نریم، مگر اینکه مادری کسیش تو اون خونه باشه ازش نگهداری بکنه. بازم قبلش زنگ بزنیم، تمام شرایط رو بسنجیم، بعد با خیال راحت باشیم بریم خونش. اگر نمیتونیم صبر بکنیم این مادر فرزندش رو به دنیا بیاره و حتی فرزند کوچولو هم خیلی نداشته باشه که مثلا مادر کم خواب باشه، خسته باشه، بچه اذیت بشه، ساعت خواب بچه به هم بخوره. تمام این نکات رو باید رعایت بکنیم. یه سری نکته دیگه هم هست در مورد کسایی که شاغلن. ممکنه صبح زود بخوام برن سر کار، یا این که کارشون یه جوریه توی ساعتایی باید برن، مثل بعضی پزشکا و کادر درمان. اینا یه ساعتایی ممکنه موقع شیفتشون باشه و باید برن. تمام این نکات رو باید از قبل در نظر بگیریم تا همینجوری نخوایم بریم خونه اون شخص و به جای اینکه خوشحالش بکنیم بدتر ناراحتش بکنیم. حالا بعضی هم هستن با خودشون میگن خب ما زنگم زدیم، ولی چجوری زنگ میزنن؟ مثلا تلفن میزنن میگن ما 10 دقیقه دیگه میرسیم. خب اینم دیگه فایده ای نداره. تو اون 10 دقیقه اون شخص میخواد چیکار بکنه؟ پس خیلی باید به این نکات توجه بکنیم تا وقتی که خونه کسی میریم با دیدن ما خوشحال باشه.
و یه نکته دیگه هم که فراموش کردم بگم، ساعت رفتنمون به خونه دیگران بود. بعضیا مخصوصا تو ایام نوروز برای اینکه میخوان به تمام کسایی که میخوان برن خونهشون عید دیدنی برسن، از صبح زود شروع میکنن تا آخر شب به ترتیب میرن خونه افراد. خب ممکنه طرف شبش دیر خوابیده باشه، ممکنه بیرون بوده، خسته بوده، تعطیلاتش میخواد استراحت کنه، یهو صبح زود راه نیفتن برن. و اینکه این نکته سرزده نرفتن خونه دیگران تو ایام نوروز هم صدق میکنه. اینطور نباشه که بگیم چون عید همه چیشون آماده است پس سرزده بریم دیگه، مشکلی نداره. نه، این نکته هم باید در نظر بگیریم. بازم ممکنه غذا درست کرده باشه، ممکنه خونش ریخت و پاش باشه، از مهمون شب قبلش کسی رو دعوت کرده باشه. پس این قضیه عید هم فرقی با روزهای دیگه نداره و حتما قبلش ما باید زنگ بزنیم و سرزده خونه دیگران نریم. حالا فرض میکنیم دعوت شدیم، شکلات یا شیرینیمون هم گرفتیم، حالا میخوایم بریم خونه میزبان. وقتی که زنگ خونه میزبان رو میزنیم، میزبان وقتی آیفون رو برمیداره باید با روی خوش بگه بله بفرمایید سلام، یه جوری نشون بده از پشت آیفون که از دیدن ما خوشحال شده، از اومدن ما خوشحاله. اینطور نباشه که همینجور بدونه که هیچ بگه همین تو آیفون رو بزنه و ما بیایم بالا و تازه بخواد سلام علیکش رو اونجا انجام بده. پس این نکته هم باید در نظر بگیره که از همون ابتدا که مهمون زنگشون میزنه یه حس خوبی به مهمونش منتقل بکنه. حالا مهمون میاد بالا، وقتی میخواد بیاد ممکنه کلی تیپ زده باشه، لباس قشنگ پوشیده باشه، کفشش هم ست باشه باهاش. حالا شاید دوست داشته باشه با همون کفش وارد خونه میزبان بشه، ولی از طرفی ممکنه میزبان خیلی حساس باشه، بچه کوچیک داشته باشه، به تمیزی کثیفی حساسیت نشون بده. برای همین ما نریم اونجا بگیم میشه با کفش بیام تو، اونم تو رو دروسی ممکنه گیر بکنه، آدم خجالتی باشه، بگه باشه بیا، ولی ته دلش همین جور ناراحت باشه و بعد از اینکه مهمون بره کل خونه‌شو بخواد تمیز بکنه و بشوره و بسابه. پس اگر میزبان به ما نگه که با کفش بیا تو، حتما باید کفشمون رو در بیاریم.